بخشیده به روز کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و 30 سالگی اجلاسی تقدیرساز 16 شورای عالی با اقدام کمیته شهری تشکیلات جمعیتی مددگار مدافع با مقصد تربیت اخلاقی و معنوی، بلندبرداری حسی وطندوستی و تیار نمودن جوانان به خدمت در صف‌های قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان چاره‌بینی مفید و ترغیب کننده ورزش و وطندوستی دایر گردید. در روند درس کشادی که در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 32 آراسته شد، خوانندگان صنف‌های 10 و 11 مؤسسه‌های تعلیمی دهات کولکند، چیلگزی و لکان، همچنین نمایندگان تشکیلات جمعیتی مددگار مدافع ولایت سوغد و شهر اشتراک نمودند. معاون رئیس کمیته شهری تشکیلات جمعیتی مددگار مدافع تاجیکستان گلچهره ایسایوا با برابری بیان هدف دایرسازی چاره‌بینی از جمله افزود که بهر بلند برداشتن حس وطندوستی و مسئولیت شناسی جوانان از جانب تشکیلات تدبیرهای سودمند و اقدام‌های شایسته میهن پروری راه اندازی می‌گردند. مهمانان چاره‌بینی معاون یکم رئیس کمیته ولایتی تشکیلات جمعیتی مددگار مدافع محیدین ترسونوف و سردار باشگاه ورزشی تیرپرانی تشکیلات ترسون مراد قیومبایف در نوبت خود ابراز داشتند که یکی از وظیفه‌های مهم هر یک دولت تربیت اهل جامعیت در روحیه وطندوستی، حفظ مظفریت‌های استقلالیت ملی و دولتی، به جوانان فهمانیدن روندهای خرابی آور زمان معاصر، افتخار ملی و عمیق درک نمودنی آن می باشد. سلام رفیقان خوانندگان. سلام رفیق مایو. خواننده مکتب میانه تحصیلات عمومی رقم 32 صنف 11 غنیف برای گذراندن مشغولات عملی با اتومات کلاشنیکوف حاضر شد. منبع طالب علمان از روی نمودهای هوا دادن نارنجک به مسافه به قسمها جدا و جمع کردن اتومات کلاشنیکوف، تیرجایکنی به تیردان و تیرپرانی از تفنگ پنیوماتیکی، حرکت صفی، اجرا کردن عملیات‌های گوناگون و غیر قوه آزمایی نموده مهارت خویش را نشان دادند. مسابقه خیلی جالب و برای تماشابینان شفق‌آور صورت گرفت. غالبان مسابقه حربی وطندوستی با افتخارنامه و دیپلم و تحفه‌های خاطروی قدردانی گردیدند. ضمن جنبستی چاره‌بینی رئیس کمیته شهری تشکیلات جمعیتی مددگار مدافع عادلخواجه سرمساقوف اظهار باوری نمود که برگزارسازی این چاره‌بینی به تحکیم خودشناسی، خودآگاهی و میهن پروری خوانندگان، هدایت نسل جوان جامعه به سوی نیکی و نکوکاری مساعدت خواهد نمود.